این امیره، یه پسر لاشی که از صبح تا شب با دخترها لاس میزنه و اونقدر چرب زبونی که دل کلی دختر رو برده. همه چی شاید تا اینجا یه داستان تکراری به نظر بیاد، ولی بذار یکم بهش بیشتر دقت کنیم. فرض کنیم تو جامعه ما 10 تا پسر داریم و 10 تا دختر. امیر با 5 تا دختر لاس میزنه، میمونه 5 تا دختر برای 9 تا پسر. حالا یکی دیگه مثل امیر پیدا بشه و اون 5 تا دیگه هم ببره. چی میمونه؟ هیچی. گیر اون 8 تا پسر میخوره ته دیگه اینجا کسی نیست. همه رو نیما و امیر برداشتن بردن. و وقتی این دخترایی که با امیر و نیما بودن دلچرکین و خسته برمیگردن، با ذهنیت بدی که به بقیه پسرا نگاه میکنن، فکر میکنن ما همه مثل امیر و نیما لاشیم، چون تو عمل ما هم پیوی سولاخ کردیم، فقط چیزی گیرمون نیومده. و بعدن میان تلافیشو سر ما 8 نفر که 5 سال یه بار بهمون سهمیه دختر، اونم تنظیم بازاریش میرسه، در میارن. یعنی آش نخورده و کیر سوخته. اما راهکار چیه؟ ما تقاضا رو کم کنیم، یعنی بتمرگیم یه گوشه و تفاوتمون رو با امیر و نیما نشون بدیم که اون دوتان که حولن رو پیوی سولاخ میکنن، ما یه دسته دیگه از پسراییم. این کار نیازمند یه کمپین همگانی به مدت 3 ماهه. 3 ماه حول نباش تا خط برش بینمون مشخص شه، به امید روزی که امیرا به عنوان سلطان کس اعدام شن.